با توجه به تأثیرات تحریم بر قیمت دلار دیگه بدتر لازم نکرد از این حرفا بزنی. باشه با در نظر گرفتن سب کن ببینم ایست قرار نیست از لو رفتن داستان اتمی اینجا صحبتی بشه. نه خیر مشکلات انتخابات رو میخواستم دیگه بگم. بدتر ناکس. آیه دکتر آخه میگم نگو باز داره حرف میزنه. امروز چی شده که شعور استراتژیکی تو نم کشیده این وسط؟ دکتر دلم پر اونقدر که گاهی اضافهش میشه که رو این نامه های لازم راکت اینجا بچکونی و واسه با آب قوره بگیری. خوبیت نداره جلو همه این کاراتو یا قبل از برنامه بکن یا بعدش. سوال استراتژی بنداز وسط بیا جواب استراتژیک بردار برای خودت ببر. سوال از سردار نقدی. پس بفرما که ما اینجا بوقیم نشستیم دیگه. هر کی میخواد از نقدی سوال کنه بیخود کرده استراتژیست دعوت میکنه تو برنامه. آره دکتر منظورم این بود که سوال مال اونه جواب که معلومه پیش شما. دوباره نشستی تو دلم با همین یه جمله چرخیدی اومدی تو دلم. اختیار دارید شما لنگر استراتژیکی نظام شرمنده اخلاقتم. نقطه تمام. با نقطه‌ای که آخر جمله گذاشتین جمله رو که هیچ کار منو هم داشتین تموم می‌کردین. دکتر این چه رسم روزگاره الان که مقام عظما ریششون تو انتخابات گیره و وضعیتمون تو سوریه هم پتال شده و تحریم و قطعنامه و اینام هست. وضع داخلم که دیگه صحبتشو نمی‌کنم یه سری تو حوزه و تو دولت و این طرف که تا حالا جلو مقام عظما نطق نمی‌کشیدن دم در آوردن و زبون در آوردن و چیزایی میگن که اگه به میش بگی میپره تو بغل گل. بحث تعادل استراتژیکی رو نمیتونم اینجا برات بکنم چون مال کلاس تو نیست. سردرد بگیری میخوری زمین. از حال مقام عظما بگم. حال مقام عظما چندان بد نیست در مقایسه البته. آیندهش که بدجور درد میکنه. اگه ما بیستادی دعوا میکردی بهم میگفتم که آینده مقام عظما یه طوریه که این حال بدبختیش پیش شمش طلاست. من اومدم یک نگاه استراتژیکی بندازم به کل وضعیت نظام از بالا. کاری هم به خورده‌ریز ندارم. اوضاع یه مقدار 3 هست. 3 بیشتر. 3 تا 9 تاست اوضاع. داستان بشار رو اولش بعضیا میخواستن یه طوری نرم بگن. نمیتونستی بگیم طرف داره سرنگون میشه که. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفرمودن که شوته بچهش رفته بود بالای دیوار. بهش میگفت بچه جون بیا پایین میافتیم مریض میشی ها. ولی دیدیم قضیهش جدیه. نظر شما یا تهدیدهای خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران جدی است؟ آخه شوخیه. هازا شوخی به منطقه بدجور. قال مرحوم عبوی دائما بزن بهادر. قلت نعم. باقیشو عقول فارسی که اعضای کنفرانس بین المللی هم بتونن بفهمن. یکی همچین زد تو گوش مشنگه که دور سرش همینجوری ستاره ها میچرخیدن و بلبلا سوت میزدن. مشنگه گفت نفهمیدم شوخی کردی یا جدی بود؟ طرف گفتش خیلی هم جدی بود. مشنگه گفت شانس آوردی چون من با کسی شوخی ندارم. تیتر نگاهی به حال و روز مقام عظما. مقدمه مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله. میفرمودن که شانس یک بار در خونه آدمو میزنه. بعد شانسی دستش رو زنگ ور نمیداره. بدبختی هم که کلا کلید داره اون تو نشسته. شانس ایشون این بود که بعد از ارتحال به دلایل فوقانی و فوق فوقانی یعنی ر این سین همون ریش امامه سیاه زدن و بردن. بعد شانسیشون این بود که نشد اون موقع یه مدرکی چیزی براشون جور کنیم که مسئله مرجعیتشون یه جوری حل و فصل بشه تو حوزه تعبیرشون بگیرن. بدبختیشون هم که اصلا از تو خونه بیرون نمیره. اینو که مردم که سله حوزه هم که بیخیال گماشته خودشون هم ناچیز تره خورده میکنه برای